سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم شما را در برنامه سلسله از برنامه های دروس حج خوش آمدید میگویم. درس دیگری یا فایده دیگری که حاجی از حج میگیره به این که الله سبحانه و تعالی در این سفر مبارک گناهان حاجی را میبخشد و حاجی را مورد رحمت و مغفرت خود قرار میدهد. چگونه و با چی وسیله؟ زدودن گناهان و دور ساختن گناهان و از بین بردن و یا محو کردن گناهان به وسیله توبه می شود، به وسیله ندامت و پشیمانی. هر انسانی که قدم به سرزمین دوست می گذارد و مکه مکرمه به جوار کعبه معظمه و مشرفه قرار می گیرد، طبعا از اعمال ناشایسته که در گذشته انجام داده به ندامت و پشیمانی می افتد. خود این ندامت و پشیمانی توبه هست، رجوع به سوی الله سبحانه و تعالی. حالا تو کسی که گناه کردی و معصیت نمودید، این سفر فرصت زیبایی است برای زدودن گناهان. وقتی که من میگویم تو کسی که گناه کردی، چنین نیست که فقط یک نفر یا دو نفر گناه کرده باشه. انبیاء علیهم السلام معصوم هستند. بعد از انبیاء علیهم السلام هر انسانی دچار گناه و معصیت شده، دچار لغزش شده و نیاز به توبه دارد و نیاز به استغفار دارد و نیاز به رجوع به پروردگار عالم دارد. پیرامون توبه آیات زیادی هست. پیرامون رحمت پروردگار عالم آیات و احادیث بیشماری هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید: قل، بگوی پیامبر برای بندگان من، قل یا عبادی الذین اسرفوا، او کسانی که اسراف کردن، خیلی گناه کردن، خیلی معصیت کردن، خیلی بیراه رفتن، اونهایی که اسراف کردن بر نفسهای خیش. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو از رحمت پروردگار عالم ناامید نشوید. حج به خاطر چیست؟ به خاطر همین از بین بردن گناهان هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند کسی که عمره انجام میده، این عمره تا عمره دیگر این سبب
زدودن گناهان می شود. و این آیه خیلی امیدوار کننده هست. اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت پروردگار عالم ناامید نشو. این سفر درس امیدواری برای ما می دهد. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله هست که همه گناهان را می بخشد و می آمرزد. انه هو الغفور الرحیم. او آمرزنده و مهربان هست. بیاد در کنار کعبه معظمه و مشرفه، بیاد در صفا و مروه، بیاد در مشاعر مقدسه، در منا و عرفات و مزدلفه، در جای قدم بگذار که الله سبحانه و تعالی آدم علیه السلام را بخشید و او آدم هم لغزش کرد و دستان خود را بلند کرد و گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. الله سبحانه و تعالی آدم را در این سرزمین بخشید. تو هم فرزند آدم هستی، الله تو را می بخشد. الله سبحانه و تعالی در آیات دیگر صفات عباد الرحمن چی کسانی هستند؟ دارای چی صفاتی هستند؟ یکی از صفاتهای عباد الرحمن اینه که اونها تائب هستند. اونها توبه کردن و توبه میکنن. در آیه‌ای که اوصاف عباد الرحمن بیان میشه، رحمت پروردگار عالم را نشان میدهد. بر علاوه که الله سبحانه و تعالی گناهان را میبخشد، سیئات را تبدیل به حسنات میکند. الله اکبر. آمدید تا با چنین ذات اقدس الهی دست دوستی و آشنایی بدید. پروردگار عالم میفرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. ای انسان، آیا میدانید که سالها عمرت به غفلت گذشته، سالها بی توجهی به فرمان الله کردید، پشت به طرف الله نموده بودید، امر الله را به جا نکردید، آنچه که تو را نهی کرد او را انجام دادید، خیلی نافرمانی از الله کردید. حالا آمدید به دروازه خانه اش، به دروازه پادشاه حقیقی در میزنید. پروردگار عالم چنین ذاتی نیست که تو را ناامید برگرداند. با همه گناه و معصیتی که آمدید، بر علاوه که الله گناهان تو را میبخشد، بر علاوه که گناه و معصیت تو را دور میسازد و اونها را سیئات را تبدیل به حسنات میکند، دست دوستی هم با تو میدهد. محبوب پروردگار عالم میشوید. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله توابین را دوست داره، توبه کنندگان را دوست دارد. دوست دارد که دستان خود را بلند کنید به نزد پروردگار عالم، زاری و تضرع داشته باشید. در آیات دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای اهل ایمان، توبه شما توبه خالصانه و مخلصانه باشه. ای مؤمنین، شما کسانی که در جوار کعبه، در گرد کعبه، در صفا و مروه، در منا و عرفات و مزدلفه قدم گذاشتید، و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. ایها المؤمنون، همه دست جمعی به درگاه الله توبه کنید لعلکم تفلحون، تا اینکه رستگار شوید. آیات دیگری و احادیث زیاد درباره توبه هست که الله سبحانه و تعالی
بندگان تائب را دوست دارد. این سفر مبارک انسان را تائب می‌گرداند. حاجی از این سفر درس توبه را چگونه توبه کند، وقتی توبه کرد بعد از توبه چه کار باید کرد، قبل از توبه چی باید کرد. توبه و پیشگاه الله ارزش دارد. حالا تو خواهر و تو برادر و تو عزیزی که عزم و اراده این سفر مبارک را کردید، دوست دارید توبه کنید، شروط توبه و شروط قبولیت توبه چیست؟ انشاءالله بعد از میان برنامه شروط توبه و فضائل توبه انشاءالله بیان می شود. مثال حق، ندای حقیقت. مجددا خدمت شما عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. شروط قبولیت توبه. همه ما دوست داریم توبه کنیم، همه ما دوست داریم محبوب پروردگار عالم بشیم، همه ما دوست داریم تا آن گناه و معصیتی که صورت گرفته از اعمال ما دور بشه. همه ما دوست داریم که گناه و معصیت از صفحه اعمال ما زدوده بشه و پاک بشه. شروط قبولیت توبه اینه که اول شخص نادم بشه، الندم، پشیمان باشه. چرا گناه کردم؟ چرا معصیت کردم؟ برای انسان ندامت و پشیمانی دست بدهد، شرط اول. دوم ترک گناه. حالا از گناه پشیمان شدید، از معصیتی که انجام دادید پشیمان هستید، چرا انجام دادم؟ کاش انجام نمی دادم. شرط اول. دوم ترک گناه، به ندامت و پشیمانی. دوم ترک گناه. گناهی را که انجام میدادید و میخواهید از آن توبه کنید، گناه را ترک کنید. حالا گناه را که ترک کردید، سوم العزم ان لا یعود، عزم و اراده محکمی داشته باشید که دیگر به اون گناه بر نگردید. مثلا غیبت و تهمت و بهتان و افترا داشتید، حالا توبه کردید، اینا را ترک کنید و دیگر بر نگردید. ربا و رشوت و قمار و این اعمال زشت و ناروا وقتی صورت میگیرید، توبه که شد، عزم و اراده داشته باشید که دیگر به گناه رجوع نکنید. چهارم، اول گفتیم پشیمانی، دوم ترک گناه، سوم عزم و اراده که به سوی گناه رجوع نشود، چهارم اگر حقوق الناس بود پس حقوقشان به سویشان برگردانده شود. پس این سفر مبارک فرصت خوبی است برای اینکه وقتی حاجی طرف این سفر حرکت میکنه، با دوستان و اقارب و خویشاوندان خداحافظی میکنه، باید از همدیگر حلالت طلبید. به طرف بگویید برادر عزیز، غیبت تو را کردم مرا ببخش، روزی با تو تهمت زدم مرا ببخش، روزی اگر برای تو دروغی گفتم مرا ببخش، اگر حق تو را ضایع کردم مرا ببخش، اگر نسبت به تو ظلم و ستم و بی‌عدالتی کردم مرا ببخش. فرصت خوبی است. پس این شرایط قبولیت توبه هست، شرایط که الله سبحانه و تعالی وقت توبه دارای چنین شرایطی بود، ندامت و پشیمانی بود، ترک گناه صورت گرفت، دیگر به گناه رجوع نشد و حق الناس به حقش رسید، حق الناس را برای اونهایی که حقشان تلف شده بود پرداخته شد و ادا شد. اینجا این توبه به نزد الله سبحانه و تعالی
بدان و بفهم که مورد پذیرش الله سبحانه و تعالی قرار گرفته. فضائل توبه قبلا اشاره کردیم، آیات از قرآن عظیم الشان. فضائل و فواید توبه چیست؟ گفتیم که محبت الله سبحانه و تعالی نسبت به تائب، تزکیه نفس. وقتی شخص توبه میکنه نفسش تزکیه میشه. قد افلح من زکاها، این رستگار شده، کامیاب شده. وسعت رزق، رزق و روزی برای تائب. الله سبحانه و تعالی دروازه های خیر و برکت به سوی انسان تائب باز میکنه. و همچنین رفع بلا و مصائب و مشکلات برای انسان تائب. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی که شخص توبه میکند، الله سبحانه و تعالی، الله اکبر، چی نعمت عظیم و بزرگ است توبه. الله سبحانه و تعالی چنان خوشحال می شود بر توبه بنده خود، مثل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مثال بیان می کنند که شخص در سفر رفته و راحله خود را، او آذوقه خود را، غذای خود را در مسیر راه از پیشش گم میشه و میآید زیر یک درخت استراحت میکنه و سر را میگذارد، حتی آماده به مرگ میشود، دیگر راهی برایش نمیمانه. چشم باز میکنه که راحله‌اش، اون آذوقه اش، غذاش با اون مرکبی که داره بلند سرش استاده. از خوشحالی این شخص چی میگه؟ اللهم انت عبدی و انا ربک. پروردگارا تو بنده من هستی، من پروردگار تو. از خوشحالی نمیدانه چی بگه. الله او را با این حرف مؤاخذه نمیکنه. این شخص چقدر خوشحال شده، الله سبحانه و تعالی در وقت توبه بنده از این هم بیشتر خوشحال می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند ان الله تعالی یفرح بتوبه التائب. الله خوشحال میشه به توبه او بنده‌ای که توبه می کند. نعمت پروردگار عالم. الله سبحانه و تعالی را نافرمانی کردید، بیراه رفتید، دروازه الله را در بزن. الله هست که تو را میپذیره و قبول میکنه. پس حالا تو حاجی عزیزی که این سفر مبارک نصیبت شده، این فرصت ها را از دست ندهید. روز عرفات که روز توبه هست، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. این روزیه که وقتی توبه میکنید در این روز، وقتی از عرفات بیرون میشید، رجع کیوم ولدته امه، مثل که از مادر تولد شده باشید. چنین پاک هستید. گفتیم توبه و شکست دشمن. شیطانی که سالها تلاش کرد تو انسان را به گناهان مختلف آلوده کرد، امروز در سرزمین عرفات، در منا و در مزدلفه و در سرزمین مبارکه مکه مکرمه دست بلند میکنی، خالصانه و مخلصانه به درگاه الله توبه میکنید. امروز روز شکست دشمن هست. دشمنی که انه لکم عدو مبین، دشمنی که میگفت من این را به طرف جهنم میکشانم، امروز شکست دشمن هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما رؤی الشیطان یوما هو فیه اصغر ولا احقر ولا اغیض. الله اکبر. دیده نشده شیطان در چنین روزی در هیچ جای الا که مگر در روز عرفه که حقیر هست، صغیر هست و در حال غیظ و غضب هست،
در گوشه از عرفات شیطان قرار گرفته و یبکی و گریه می کند و خاک بر سر خود می پاشاند و می گوید که امروز روزی است که الله این انسانهایی را که من رنگ و بوی جهنمی برای اینها داده بودم، امروز الله اینها را از آتش جهنم نجات می دهد. امروز اینها را مورد رحمت و مغفرت خود قرار می دهد. 40 سال شیطان میگه من 40 سال زحمت کشیدم تا انسان را گمراه کردم، امروز آمد اینجا دست دوستی با پروردگار عالم داد، عهد و پیمان بست که من دیگر دنبال شیطان نمی روم. پس ای انسان، حج، وقتی میگیم توبه در حج، گریه و زاری و ناله و تضرع در حج یعنی شکست دشمن، شکست شیطان، شیطانی که انه لکم عدو مبین، دشمن واضح و آشکار. پس در هر مکانی که از این اماکن مبارکه و مقدسه میرسید، توبه به سوی الله سبحانه و تعالی، رجوع به سوی الله سبحانه و تعالی، نادم باشید، ترک گناه را از اعماق دل تصمیم بگیرید، دیگر به گناه رجوع نکنید. اگر حق الناس هست از آنها طلب حلالیت بطلبید. چی می شود که از عرفات، از منها و مزدلفه تماس بگیرید با او کسی که غیبتش را کردید، با او کسی که به او تهمت زدید، با او کسی که حقش را ضایع کردید، تماس بگیرید که مرا ببخش. من مطمئنم هر قدر قساوت قلب داشته باشه طرف، هر قدر انسان خشن باشه، وقت تو از عرفات و منها و مزدلفه تماس بگیرید و بگویید که برادر عزیز مرا ببخش، مرا ببخش، اگر حق تو را ضایع کردم، از حج برگردم حق تو را ادا می کنم، مرا ببخش. پس به هر حال این فرصت را از دست ندهید که فرصت طلایی است. فرصت طلایی چگونه هست؟ فرصتی که رجع که یوم ولدته امه، مثل که از مادر تولد شده باشید. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. تائب مثل اینه که وقت توبه کرد اصلا گناهی نکرده و اصلا گناهی وجود نداشته. این نعمت و این فرصت را از دست ندهید. پروردگار عالم همه ما را جز تائبین بگرداند، برای همه ما توفیق بدهد که توبه خالصانه و مخلصانه داشته باشیم. الله برای ما توفیق بده که همیشه این دشمن را با توبه خود او را شکست بدهیم، با رجوع به سوی الله سبحانه و تعالی او را شکست بدهیم. پروردگار عالم برای حجاج ما حج مقبول و مبرور عنایت بفرماید. تا برنامه بعد همه شما را به ذات یگانه می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.